از حادثه بمباندازی به شهر ناگاساکی در زمان جنگ دوم جهانی 72 سال گذشت. در ژاپن صدها نفر همچنین سروزیر کشور به خاطر گرامی داشت و عرض احترام به قربانیان جمع آمدند. صبح 9 آگوست سال 1945 امریکایی‌ها به شهر ناگاساکی بمب‌های هسته‌ای پرتافته آن را به خاک یکسان نمودند. هزارها نفر در این ترکش جان دادند. اینجا در ناگاساکی در شهری که دعای صلح و ثبات را میکنند بار دیگر تاکید مینمایم دست کشیدن از سلاح هسته‌ای را جانب دارم. ماه ایول سازمان ملل متحد سازشنامه منع پوره سلاح هسته‌ای را تصویب کرد. آن را 122 کشور جانبداری کردند. ژاپن بعد شکستش در جنگ دوم جهانی از تأمین ارتش و اشتراک در نزاعات دست کشید. توکیو با تکیه به چتر هسته‌ای آمریکا حجت مذکور را تصدیق نکرد. 9 کشور صاحب یراق هسته‌ای هم همین گونه رفتار کردند. در دنیا 15,000 سلاح هسته‌ای موجود است. وقتی که در داد و گرفت‌های بین المللی گپ اطراف یراق هسته‌ای می رود، مناسبت‌ها شدت می‌یابند. این را تصور کردن که کسی می‌تواند سلاح هسته‌ای را همچون وسیله فشار استفاده کند، دهشت انگیز است. کسانی‌را که بعد بمباران شهرهای خراسیما و ناگاساکی زنده ماندند، خیباکوسیا مینامند. به حساب میانه 81 سال عمر دارند و حالا 165,000 نفر هستند.